شمس‌الدین شاهین، فرخار و مومن‌آباد آشکار کرده شدند. این مکاتب ولایت حادثه در سرحد رو داده. این سالا ما آرام‌تر بودیم. آنها زیاده از 7 سال در خارج تحصیل کردن. یک چند کشورها مکتب‌های تروریستی را گذاشت و گذاشتن عبور کردن سرحد با حدود داخل. اومدن بسری کی؟ بسری پدر و مادر خودش. همونا هم غیر قانونی اولا در خورساری در پیش ملا شدگی. نظارت کنید. همه سالهای 90 همین سر شده بود. بدبختی جنگی شهروندی از همین کارا سر شده بود. ایش حرام، ایش ممنوع، تو کافر هستی، تو وای هستی، بعد آورده تا همه درجه جنگی شهروندی. بی‌طرفی نکنین. بدبختی جنگی شهروندی ما یکی از سبب‌های اساسیش الان بی‌طرفی اینتلیجنسیا رهبرای حزب کمونیستی همون دوره عموما رهبرا بود. می‌دیدن اونها سرکرده‌ها 40-50 ساله بودن. یک سال در یک شب روز تولد نشده بودن. اونها تئوری 10 ساله دیده بودن. همه چشم پوشت می کاری ما نیست. این کار شما. این کاری دولت. اما چی آورده رسون؟ حالی هم در وادی وش خانه‌های سوخته و ولنگار و دیگر پره برقرار نشده. خانه بیغم در وادی وش نیست قریب. نیست عائله‌ای که فرزندش گم نکرده باشد. خیش اقرباش گم نکرده باشد. وظیفتون است. بی‌طرفی نکنید تا شما هم رئیس های شهر. وظیفه جانی شما است. ولی مکتبا میگه پیدا شد به نظارت شما است. چیکار میکنه رئیس جمهور؟ چیکار میکنه دیگر ارگان‌های ماموری حفظی خود در شهر نایه؟